پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در عرفه سال نو میلادی با امضای یک فرمان 4 خادم دولتی و جمعیتی از تاجیکستان را با اردن‌های دولتی سرفراز گردانید. فرمان پوتین روز 3 دکبر سال 2022 در سامانه رسمی حکومت روسیه نشر شد. در فرمان از جمله چنین نوشته شده است: برای سهم بزرگ در رشد دوستی و همکاری بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان رسولزاده قاهر با اردن شرف یا پچوت، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان زاکرزاده محمد طاهر زاهر، مدیر کل جمعیت مسئولیتش محدود گازپروم نفت تاجیکستان میرزای فراد سلطان بیگویچ، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان رحیمی فرهاد با اردن دوستی سرفراز گردانیده شوند. قاهر رسولزاده 8 مارس سال 1961 در نوی باباجان غفوروف در شمال تاجیکستان به دنیا آمده. سال 1982 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص مهندس گیدروتکنیک و سال 2008 اکادمی خدمت دولتی پرزیدنت روسیه را در مسکو ختم کرده است. رسولزاده از سال 2000 تا 2006 وزیر آب و آبیاری و سال 2006 تا 2013 رئیس ولایت سوخت بود. او ماه نوامبر سال 2013 به مقام سروزیر تاجیکستان تعیین شد. رسولزاده نامزد به علم‌های تکنیکی می باشد. محمد طاهر زاکرزاده 5 ایول سال 1956 در ناحیه رشت در شرق تاجیکستان به دنیا آمده است. سال 1985 دانشکده کشاورزی قزاقستان را ختم کرده است. زاکرزاده در گذشته به حیث مدیر اگنتی کیانشناسی، رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده و رهبر اگنتی و سپس کمیته زمین و گردش کار کرده. سال 2016-2020 معاون سروزیر تاجیکستان بود. زاکرزاده به اور سال 2020 رئیس مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان انتخاب شد. فرهاد رحیمی دکتر علم‌های فیزیک و متماتیک، پروفسور اکادمیک و پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان 19 سپتامبر سال 1968 در پنجکند به دنیا آمده. سال 1992 رشته فیزیک دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. درباره فرهاد میرزایف که سالهای طولانی رهبری شرکت گازپروم نفت تاجیکستان را در دست دارد معلومات زیاد در دست نیست. تنها معلوم است که او همزمان رهبری فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه را هم به عهده دارد.